الله گناههای ما را ستر میکنه. پاک است او. چقدر ما گناه میکنیم در خلوت. بسیار 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 گناه میکنیم ما در خلوت. لیکن الله گناههای ما را نشان نداد. مگر الله ما را شرمنده کرد؟ نه. ابن قیم گفت الله گناههای ما را میپوشانه، بعد ما را فریاد میکنه، بعد ما را میبخشه، ما را دوست میداره و گناههای ما را به اعمال نیکی وضع میکنه. چقدر تو بزرگی یا الله، چقدر تو بزرگی. سخاوتمندی، مهربانی، بزرگی. مگر ما شکرانه کردیم برای قدر نعمتی دادگیش؟ مگر ما شکرانه کردیم برای قدر مهربانیش؟